اگر زورشون نمی اومد هر آینه امرشو میکردم بر مسواک زدن در وضوی هر نماز. اصلی مسواک علما سنت گفتن، یعنی اجماع علمای اسلامی اهل سنت و الجماعه میگویند که مسواک زدن سنت است. اختلاف میکند به یک روایت فقط داوود ابن علی ظاهری که واجبش گفته است و برای اثبات سخن خودش یک حدیث را روایت میکند که او حدیث ابو نعیم اصبهانی روایت کرده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است السواک واجب علی کل مسلم، مسواک واجب است بر هر مسلمانی. اما این حدیث علامه ابن حجر عسقلانی میارد میگه حدیث ضعیف واه است، یعنی به نهایت ضعیف است. به این حدیث حکم ثابت نمیشه به هیچ وجه. پس از این دانسته میشه که مسواک سنت است نزد جمهور علمای اهل سنت و الجماعه الحمدلله. خب اکنون کی سنت میشود؟ ببینید در متن حدیث اومده است در لفظ میگه عند کل صلات، نزد هر نماز. امام شافعی را به همون ظاهر لفظ تکیه کرده و میگوید که پیش از هر نماز مسواک زدن سنت است. اما علمای مذهب ما امام اعظم ابو حنیفه تأکید میکنن که نه، پیش از هر نماز نه، در هر وضوع مسواک زدن سنت است. وقتی که شخص وضو کرد طهارت کرد همون وقت مسواک زدن سنت است میگویند. دلیل قول علمای ما چی است؟ یک چند حدیث ها هستند، از جمله امام حاکم در کتاب المستدرک علی صحیحین یک حدیث را روایت میکند از حضرت ابو هریره و این حدیث امام ذهبی در تلخیص مستدرک موافقت کرده است، میگه این صحیح است به شرط شیخین. در اونجا آمده است که لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، یعنی که اگر بر امت مشقت نمیشد امرشو میکردم در هر طهارت مسواک کردن، نه در هر نمازی. و دیگر حدیث ها هستند، مثلا در صحیح ابن حبان هم به همین شکل اومده است. از همین خاطر علمای ما میگن که اگر چنده که در لفظ صحیح، در لفظ حدیث ترمذی و در لفظ احادیثی که بخاری و مسلم آوردن لفظ وضوء وجود ندارد، اما این وضوء هست. مقصد که اگر چنده که حفظ نشده است محذوف است، اما معنی همین را میته. شما تصور کنید که پیش هر نماز یک شخص بخیزه و دنداناش مسواک کنه. و بعضی دندانایی هستند که علت دارن، خون میشوند. در مذهب امام اعظم ابو حنیفه اگر خون جاری برویه، یعنی به همون مقدار دهان خون شود که وقتی توف انداخت اکثری توفش سرخ باشه طهارت میشکنه. از همین خاطر همون قول علمای ما به حقیقت نزدیکتر است. محمد تقی عثمانی در این مسئله شرح توضیح زیاد داده است حضرت. از جمله میگه امام کشمیری، انورشاه کشمیری، محدث بزرگ مذهب امام اعظم ابو حنیفه، از محدثای متأخر است، عصر 20 زندگی میکرد حضرت. همون گفته است که این اختلافی که بین شافعی و بین امام اعظم، یعنی بین شافعی مذهبان و حنفی مذهبان هست، فقط اختلاف لفظی است. نزد علمای ما نیز میگوید وقتی که شخص مثلا از وقتی طهارتش وقتی زیاد گذشت، چند ساعت گذشت، در این بین چند بار طعام خورد، اگر به شرطی که نیتی نماز میکند دنداناش هم مسواک کند وضو نکرده مستحب است، ثواب دارد، خیر است. از همین خاطر این اختلاف فقط اختلاف لفظی است. خاصتا که متاسفانه امروز بعضی ملاها شاید خودشون نوزکش باشن، فتوا میتن که بعد نوز کشیدن حجت بر وضو نیست، نوز توف میکنه و میاد در صف نماز میسته. برای این طایفه مردم مسواک کردن حتما سنت است. اگر ترک کردن ترک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن. همین را به یقین بدونه برادر عزیز. خب اکیجه یا مسئله دیگه میمونم. اکثری ما و شما متاسفانه خش نداریم ختم مسواک بگیریم.
با انگشتامو میکنیم. آیا انگشت قایم مقام مسواک میشود یا ما در هر یک طهارت ترک یک سنت میکنیم؟ محمد تقی عثمانی در اینجا شرح توضیح میتهم حدیث امام ترمذی را در ضمن بیان میکند که بعضی روایات هست، البته که روایت ضعیفه هستند، اما از بس که به چند طرق روایت شده است بعضی دیگرش قوت میده، که مثلا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت هست که گفته است تجزئ من الاصابع، اگر به انگشتا هم کنی جایز می باشد، یعنی که از جانب همو ادا می شود. یعنی که اصلا همین مسواک دو سنت داره. یکی سنت مسواک زدن، یعنی مالیدن و شکیدن و تازه کردن دندان. دویمش سنت استفاده بردن خود مسواک چوب. وقتی که ما با انگشت کردیم یا با شاتکه دندان کردیم سنت اول ادا می شود، اما سنت مسواک زدن و تازه و پاکیزه کردن و شکیدن و مالیدن دندان درست ادا می شود. اما سنت دیگرش که استفاده مسواک چوب است آن هموش ترک می شود. عادتا ما عادت داریم که هر صبح دندان ها را می شویم. الحمدلله هم خیلی است جوانای عزیز، دندان ها را می شویم با شاتکه دندان، با خمیر دندان. بعدا تا نصف شب پیش خوب اگر کسی را خش بتد دندانش می شود، نه بجام تا خوب میکنه تا سحر دیگر. اما ما در یک روز 3 بار 4 بار، بعضا میشه که 5 بار 6 بار طعام میخوریم، بعضا میشه روز تو بگه در سری دسترخوانیم. یک مسواک چوب اگر قطعی تو بگیری، اگر هم دندانا را بشکه باور کنه دیگر نه احتیاج به خلال دندان میمونه نه دهان تام بو میکنه. غرض از این که پیغمبر میگه که امرشو میکردم که در هر نماز یا در هر وضوع مسواک استفاده برن چی است؟ اما خوشبویی است بچهای عزیز، خوشبویی. عجیب زمانی در زندگی میکنیم، کرتمو اگر گریبانش چرکین شود شرم داریم، دهنمو چرکین است دهنمو بو میکنه پروا نداره. گوش اندک چرک داشته باشه ایزا میکشیم هم دیگر ایزا میتیم که گوش چرک گرفته است، اما دهن بو میکنه نمیدونم با چی سبب باشه، نمیگیم که بردار تا می دهن تا میشوی یا نه، دهن تا بشو آخی. سبب آزار مسلمان ها می شود بوی دهنی تا، سبب آزار ملائکه های خدا می شود بوی دهنی تا. غرض انمی دور کردن بوی دهن است. دهن باید بو نداشته باشه. حضرت صلی الله علیه و سلم بعضی طعام ها را، بعضی نعمت های الهی را که بو داشتن استعمال نمیکرد، از جمله چسناک، سیر. در احادیث صحیحه اومده است، از جمله امام ترمذی هم روایت میکند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره اومد، در هم ابتدای اومدنش از بس که خانه نداشت ولی مکان نداشت، مهمانی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه شد. مهمانی حضرت ابو ایوب بود. ابو ایوب انصاری بهترین طعام موافق قدرت تواناییش درست میکرد، تیار میکرد، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستاد. پیش از او که خودش همراه فرزنداش طعام تناول کند اول به حضرت میفرستاد. یک روز طعام فرستاد، اومد خبر گرفت که نخورده است حضرت، اگر چند گشنه بود. گفت یا رسول الله آخی طعام چرا نخوردی؟ گفت در داخلش سم داره. سم یعنی همین چسناک. گفت حرام هو؟ آیا این چسناک حرام است که حضرت نخوردی؟ گفت لا ولکنی اکرهه لاجل ریحه. حرام نیست، گفتی حلال است، اما من به سبب همون بوی بده که داره، چسناک یا بو داره، از همون خاطر کارهش هستم نمیخورم. حضرت ابو ایوب انصاری خوردن چسناک به همون قطع کرد، تا آخر حیاتش دیگه نخورد است. ببینه این سیر خیلی منفعت داره، فایده ها داره، ویتامین داره. از جانب طبیب ها برای کشتن کرم معده و دیگر پیشنهاد می شود، اما از بس که بوی بد دارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم استعمالش نکرد. ما و شما یا ناسی لعنتی را که مورچه با بالاش نمیگذاره،
اگر در همین زمین پرتویش تمام خزنده و تمام بغور کنه گزنده ها همه میگریزن، همون را استعمال بکنیم از برای خدا. بخاری روایت میکند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، حدیث امام جابر روایت، حضرت جابر روایت کرده است از رسول الله، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او یعتزل مسجدنا فی روایت ولیقعد فی بیته. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که سیر یا پیاز خام میخورد از پیش ما دور باشد. در یک روایت اومده است در همین صحیح بخاری از مسجد ما دور باشد و در خانش بشینه. حضرت صلی الله علیه و سلم مردم تاکید میکرد که اگر کسی آواز اذان بشنوه و با مسجد نه یا خانش در بیتون، میگه اگر پیاز خورده باشه گم شوه یا سیر خورده باشه، مقصد اگر دهنش بدبو باشه نیاید، زیرا هم سبب آزار مسلمان می شود هم سبب آزار ملائکه و فرشته ها می شود. ببینید یعنی که پاک کردن دهن، تازه کردن دهن به نهایت مهم است. حضرت میگه حبب الی من الدنیا النساء و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة. امام نسائی روایت کرده است. حضرت فرموده است که از تمام همین نعمتهای دنیا سه چیز برای من محبوب است، سه چیز دوست می‌دارم: زن، بوی خوش و روشنایی ده چشم من در نماز است. نماز مقصد. پس ما و شما باید خوشبو باشیم، قبل از همه دهن ما بوی خوش داشته باشه. از برای خدا در اما عصرهای پیش اینقدر شاتکه نبوده، اینقدر خمیره دندان نبوده، اینقدر مسکوچوب فراوان نبود، مردم دهناشو تازه بود، کوشش میکردن که دهنشو بو نکنه، بوی دهن عیب حساب میخورد. ولی کتابای فقهی را بخونه، اگر کنیزه باشه بالفرض که دهنش بو کنه، همون رو همچه عیب حساب میکنن، یعنی قیمتش کم میشه و حساب یعنی بوی دهن. یا شخصی که خرید دستش میتونه که به خیاری همون عیب بر بگردونش به صاحبش. نمیدونم چی درد مو رسیده است امروز دیگه دهن مو پرینوس، ای پدر مو ایزون هم میکشیم با هم فش فش کده در سری دسترخوان با هم دهن پرینوس گم میزنیم. بسیار شخصی سیاستمدار بود، یک شخصی خیلی چی جای گفت او داره که ابو مسلم خراسانی را کشته است. همون شخصی که سببگاری اساسی به سر قدرت آمدن ابو سیوه گشت، همون را کشته است. شخصی که امام اعظم ابو حنیفه را به خاطر آنکه وظیفه و منصب قضا را قبول نکرد گرفت حبس زندانیش کرد، شلاقش میفرمود. ولی در بعضی روایات اومده است که میگه با ضرب یا شلاق ها افگار شد حضرت، آخر الامر حتی زهر دادن کشتنش. در پری ورسی هم است. شخصی که از سیاستش دنیا میلرزید، یک دولت به نهایت کلان در اختیارش. با مدینه منوره اومد به زیارت روضه شریف پیامبر صلی الله علیه و سلم. در مسجد رو اومد بلند گپ سر کرد. حضرت امام مالک ابن انس رحمه الله تعالی، امام اهل سنت و الجماعه، قضای ازیدی در مسجد بود، در نماز بود است، منتظر نماز فرض ایستادگی است. وقت گپزنی او را دید، به یک غرور و تکبر در مسجد خانه خدا، او مردکو مرد بودن، ولی خودمون با او قیاس میکنیم، به خدا قسم و یک همین کودکی که نرخ سبزی را پیاز فرق نمیکنه و تر از خش فرق نمیکنه، از او کودکای هیچ تفاوتی نداره. نزدش اومد گفت یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك فی هذا المسجد. یا امیر المؤمنین گفت اینجا صدات بلند نکن، این قصر پوچایی تو نیست، اینجا خانه الله هست، روضه شریفه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فإن الله تعالی ادب قوما فقال یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خداوند یک گروه از بنده‌هاش ادب داد، تعلیم داد.
گفت ای کسایی که دعوای ایمانداری میکنه، ای کسایی که دعوای مسلمانی میکنه، صداتون از صدای پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند نکنه. در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آوازی بلند خطی گپ نزنه. و مدح قوما فقال این الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى له مغفرة و اجر عظیم. خداوند متعال یک ایده از بندهاش مدح ستایش کرد. گفت او بیشک کسایی که نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم خاموشی را اختیار میکنند، خاموش و آرام میایستند و گوش میاندازند، اینا کسایی هستند که از امتحان پروردگار سربلندانه گذشتند. اینا را البته که مغفرت خدا و رحمت خدا و عطای خدا انتظار است و پاداش بینهایت بزرگ انشاءالله در انتظار شما. بزرگتر از این میشود که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم حشرت کنند، در فردوس اعلی جاد بتند. و ذم قوما فقال این الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. الله ذوالجلال یک ایده از بندهاش میگه مذمت کرد، تنقید کرد. گفت بیشک او کسایی که بی‌ادبانه از پشت دیوار صدا میکنن یا محمد نزد ما خارجه گفته داد و فیغان میکنن، اینا کسایی هستند که عقل فراست ندارند، حتی اندیشه نمیکنن که اگر فرد روز قیامت شفاعتی ته نباشه روشان سیاه میشود. و این حرمته میتا که حرمته حیا. گفت یا امیر المؤمنین احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد وفاتش مثل احترام حضرت در زمان حیات شد. هشتا در سرت بگی که در نزد روضه شریفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار داری. وقتی مرد خدا با صلابت این سخن گفت، میگه فاستکان له المنصور، همو المنصور به همو سیاست و به همو غرور و تکبرش سری تسلیم فرود آورد. بس از گفت توبه کردم دیگه آواز بنا ببرم. در هر موضع هر مکانی که امری به معروف شود، اوکی امری به معروف از چی است؟ از آیه قرآن، از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتار بزرگای دین مبین اسلام. در اونجا دیگه گپ دنیا حرام می شود، فش کردن به همدیگر حرام، گپ انداختن حرام. در جایی که شیشته اگر میخواهی که برکت بیوه، میخواهی که همین علم نافع خدای تعالی براتون عطا کنه، گوش به اندازه برادرها. بابای حاجی این همین سوالای میته، قسم به خدا اگر همه همین خطیبه و اماما را جمع کنیم هم بابای حاجی سوال شو بوده، من یقین دارم که 95% نمیدونم. همین را از کجا گرفت؟ گوش کرد، در ذهنش گرفت، در همین علمه. اکثری صحابه پیغمبر خط سواد خواندن و نوشتن نداشتن، گوش کردن، در ذهنشون گرفتن، عالم تعلیم دادن، معلم بشرن. در محفل با او خاطر محفل تشکیل میکنن که یک فایده و استفاده ببری. اخی پروردگار فرزندای بابای حاجی را در پناه امن اسمتش محفوظ بود. خداوند دولت شونه از این زیادتر کنه، پروردگار برکت نصرت شون بده. اما من یقین میدونم که دستان در کاری همه این کارا بابای حاجی قد شد، نه که از شیر بچه میشه. واقعیت داره، هر کس غیرت هم نداره نام بتوه، از دستی هر کسی کار هم نمیوید. باور کنه این کاری آسان نیست. یک زمانه در هم دوره سوزنی سمرقندی یک وزیر به دست با درجه سختی مرده که خونه سوخته، خونهش هم نمیدونستن حتی هم مردم که چخیلی باشه و میمون خونهش در کجا باشه. بعد یک روز حکیم اشارهش میکنه که بدبخت یک تیرش بزنده یا بجنبه یا تشکیلی کنه یا معرکه کنه، مردم دعوت کنه. نه که همین خیل شعری بگو که اینیتیال ختم در تهش باشه، بفهمن که همین شعری سوزنی هست. او یا رو بایش میگه در همین محفیله که پوچه و شیشتگی سرای دولت استودگن به همون مراجعت میکنه، میگه اینانی تو رو نخورده کس جزنی تو، با دود نگشته آشنا روزنی تو، یک سوزن اگر کم شود از مسکنی تو، یک سو تو کنی گیریه و یک سو زنی تو. غیری زنت بگه تو یکون کسا نو نداده ای خونه سوخته،
هیچ وقت آتشدانی تو دود نگرفت از خوراک نپخته برای مهمونه که همون دود همون موری چشم ببرویا. اگر ای خونه یا سوزن کم شوه یا خودت نولا و فیغون میکنی یا بیوات بودا تاش سوزانی اومده است دیدی یک سوزانی تو کرات گریه و یک سوزانی تو گفت یک تو کنی گریه و یک سوزانی تو اینی چالش در آخرش گفت دیگه پوچو گفت احسن اورم شرم داشت ایسو کشیده بچه در ایق پیش مردم بگن یا تشکیلی فسانی خشرو کرد دعوت کرد از جمله همین سوزانی را دعوت کرد سر پوش کرد او عزتی بسیارش کرد انا بای گفت حضور رحمت اوخی گفت نوشگرید قطی رحمتت که این شیری دهمه جو پاشده تو مرا شرمنده کردی اکیا بلو کده همین سبکتر شو اوخی یک پودزهری دیگه شم بته که مقصد همین مردم دیگه دیگه فراموش کنن هم یک گون گپی خوب بگو بعد گفت مایلش اینا شعر پیریدیل کم میکنم اینونی تو رو نخورده کس جزنی تو ای وای با من دل میسوزم مقصد ای وای با من با دود نگشته آشنا روزنی تو هم روزنی من زیق نشم هم ای خوکی تو باولایی تو سختی بردم یک سوزن اگر کم شود از مسکنی تو سوزه دلی من میسوزم بخدا اگرم یک سوزن کم شود یک ستکنی گریه و یک سوزنی تو یک سوزنی من در این موتم زنی من هم خطی شما شریک میشه رود درگور گفت خطی پودزه هر تب ایسرت بوده شیفته بود نگی واقعا مردای خدا همیشه در جامعه کم شورتره کن اما نام شده تاریخ میمونه هر کسی که در راه خدا انفاق میکنه انشالله درجه و منزلت بلند رو به خداوند برکتش میده حدیثی امام بخاری است رسول خدا صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه اذا اصبح ابن آدم یا که هر وقت میگه فرزند آدم میخیزن ملکان دو ملائکه میگه مقصد که دعا میکنن تو روزی دیگر یکیش میگه اللهم اعط منفقا خلفا خدایا به منفق به انفاق کننده خلف بده پاداش بده و یقول الاخر اللهم اعط ممسکا تلفا ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان ملائکه پستای خچون الک گرفتیانه دعا میکنن تا روز دیگر یا سوتکا دیجور نیانیو دعاشو چی است خدایا به منفق خلف ده همین آدمی که در راه خدا انفاق میکنه در عوض یا خراجات کردگیش عوض میده و دعای دیگه‌مش اللهم اعط ممسکا تلفا خدایا در مال ممسک تلف بانداز در مال ممسک تلف بانداز همون کسایی که خیر کردن احسان کردن باور کنید نام شده تاریخ موند است حاتم کی بود سردار یک قبیله اینقدر پادشاها گذاشتن اینقدر امپراتورها گذاشتن جهاندارا گذاشتن حاتم همه میشناسه در دنیا هست آدمی که حاتم نشناسه مسلمان نیست حاتم نشناسه اگر چند در زمان جاهلیت گذشته است به خاطر چی میشناسنش به خاطر خیر احسانش به خاطر اونم جوانمردی که داشت زیبانگاه حاتم یک پیرمرد طلب 10 درم سنگ فانید کرد شیخ سعدی میگه یک مسافر خیمه حاتم یایا بود میگه کم کم مزم نیست تو کرده استم نباتون بته این 10 درم سنگش تقریبا یک 30 گرم میشود همین 30 گرم نباتون بته زیراوی چنان یاد دارم خبر که پیشش فرستاد تنگ شکر راوی روایت میکنه که 30 گرم نه هم یک خلطه پر فرمید گرفتن بردنش زن از خیمه گفت این چی تدبیر بود همون 10 درم حاجت پیر بود این زنک بدنفستر نه دید که یک خلطه کلون 50 کیلو را پیش کردن بردن گفت این چی تدبیره این چی کاره نفهمیدم او همون احتیاج به همون 30 گرم داشت تو چی اون یک خلطه رو کردی شنیدین سخن نامبرداری تای بخندید و گفت ای دلارام حی گرو در خور حاجت خیش خواست جوانمردی آل حاتم کجاست میگه وقتی شنید حاتم خندید زنکی سوده گفت اکو بیچاره به اون مقداری خودش طلب میکنه همون 30 گرم اوه من که او را 30 گرم بتم
این جوانمردی و این نام حوطوی جو می شود. و حضرت نصیحت میکنه شیخ سعدی تکلف بری مردی درویش نیست، وصیت همین یک سخن بیش نیست، که چندان که جهدت بود خیر کن، زیت خیر ماند زی سعدی سخن. حقیقتا همین حالت های شید کروی شید مردم دنیا داشتن همه رفت. همین که خدای تعالی هدایتش کرده است، یک مسجد درست کرده است مونده است، همون مسجد فایده جانش ما دیگه همه بر رفت. با خدا قسم بسیار دیدم امتری چی چیزایی ندارن، همه ای دستش میروه، بسیارش با همه مال ممسی خراکی بیبک در دهنی در کام اژدهار میروه. یک خوراک خیر به خاطر الله کرده است، همون میمونه صدقه جاریه براش. ای دنیا میگذره میروه و همون چیزا میمونه. خدا رحمت کنه علی کرم الله وجهه یه روز میگه همراه دو سه نفر از شاگرداش قبرستان جنت البقیع در اومد. میگه با همون طرف قبرستان مراجعت کرد، دعا و درود گفت، همون دعا و سلامی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم برامون تعلیم داده است. السلام علیکم اهل دیار المؤمنین انتم سلفنا و نحن بالاثر و اینا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا و لكم العافیه. بعد گفت که یا اهل القبور اموالکم قسمت و دارکم سکنت و نساؤکم نکحت. اهل قبرستان گفت مالاتون را تقسیم کردن، بعضیش به وارثات رسید، بعضی به بیگانه ها رفت، خانهاتون صحیح پیدا کرد، زناتو شو کردن. فهذا خبرکم عندنا، انمی خبری شما بود نزدیک من رسوندمش. فما خبرنا عندکم، شما ما را چی خبر میتید؟ برای ما چی خبری دادنی هستی؟ بعد میگه گشت طرف شاگرداش گفت به خدا قسم اگر گوشی شنوا میداشتیم میتو را میشنیدیم. در جواب میگفتن که و علیکم السلام یا علی، ما اکلنا ربیحنا و ما قدمنا وجدنا و ما اخرنا خسرنا. جواب سلام علیه دادن و میگفتن چیز خوردیم بردیم، چیز فرستادیم خیر کردیم اینجا دمو رسید، چیزی مونده دردی سر موشید. دیگران میخرن حساب کتابش در سر ما. درویشی گرسنه چون بیاید بدرت، چیزی بده از بحری روانی پدرت. زر جمع کنی برای سه بیگانه، شوی زن داماد و عروسی پسرت. اصلا همین میزنن خچولا میکشن، اصلی کاری نمیای برای سه بیگانه را جمع میکنن. یک کس در سن 46 سالگی مرده است، مال و منال زیاد مونده است. قدرت خدای تعالی زنش همه را خد کرده صاحب شده، در کارهایی که حتی برادرها شریک یک کس نزدیک شوی نمیمونه. ای کسایی که قرض داره بیچاره صاحبای پول میآیند، این زن ترسونده است، شو همش توقف کرده است، کریشه داشته چی داشته، همه دیگه گریزون. ای خودش آدمایی را که حتی قرضاشون دادگی هم میگه مجبور کرده با پول کشیده گرفته است. این مهنت، این زنازن، همه آدمایی که بالای میلیاردر پول دارن فردا روز قیامت ای کشتن یعنی میگیرن. در اونجا دیگه درهم و دینار نیست، از طاعت و عبادتش میگیرن. اگر داشته باشه نداشته باشه گناههای او را مینوس میکنن، در بالاش بار میکنن. بکی را جمع میکنی اون زنی او قرار میسته، شو هم نکرده باشه ولی بفکر شو میکنه. این همیه این مولا برای بیگناه ها جمع میکنی. دردی سرته خیلی آدمی به عقل به فراست در کار که به فهمی همی گپو بره و به خدا قسم. در مصر یک شخصی بود با نام ابو رؤوس، این سروری تاجرای همو مصر بود است. تاجرا را بخچو با رهبر دارن کوخی رئیس بسیار سختی مرده گردن غوسی، حتی در اون فرزنده و زنای خودش رحم نداشته. گوشتش میگفتن شکنوق میبود است. یه مغز چغز ایگجا یگون مهمون میمود است، یکی سلوچه اینا تحمونده همون را نخرم بیچارو نمیدیدیم. به همین چه بگم اکه بخیلی و ممسکی شهرت داشت است.
یک روز نماز پیشین در مسجد میخونه، در همین پهلوش یک جوان زیبای خشروی خشبو همراهش نماز هم میخونه و بعد میگرده طرف ابوالقاسم میگه که برادر وقت نداری؟ برای چی؟ میگه هم یک خراکه کرده، من همین عادت دارم مهمون نباشه خیلی که اشتهام نمیوید، خیلی فعلی خوب داشت است این مردی خیلی برای من در خونه خراک فرمیدگیم همراه بخریم خلیه با اوخی یه آدمی مردم و خلیه برای دوست میدونم مایلش بگه میوین خانه دمیان میشینن اوخی این دسترخوان هم میبینه و نوش نعمت هم میبینه اینا فرزندای بابای حاجی محمد سلیم این دسترخوان کرد یعنی را ببینه دیگه جای پیولمونی نیسته. من نگاه میکنه برادر میگه من همی خطا نمیشناسم، تو توجیر نیستی، اگر توجیر میشیدی میدونستم، تو گپ زن تو یکون وزیری رئیسی چی؟ هیچی میگه ها بچه ما توجیر همی دسترخوانی تو را نداریم، تو چی کوره ای یک جو میوی قرار. من میگه همی خدای طولوی نمی حسن جمال دودگی زبان شیرین و خوش. همی وقتی میشنم که یکون بای مرده هست بعد گذشتن ایدهش هم میرم یاد با هم کشم بگذارم که ببینن مشاهدم کنم و خوزگاری میرم همون زنش هم میگیرم مالش هم مایده کده میخورم و این میگم میرسه یه بچه میرسه تو که اوخی با مولی مردم میگه تو به حال این رسید اوخی حال یه نقشه حق دارم میگه برادر همین بعدی نمازهای تهجد و بعدی نمازهای فرضی همیشه دعا کرده است خطر در همین نمازهای دعا مردکی خوب داره اوخی زیبی جوان مرد دارم آدمایی را دیدم که ناشگریشو سیخ کبابی نمیدونم خوجندی دورانه جای سیخ کباب مردش هم میدوزه یک قرطو دمی را میشینه قرطوی خلیه وای میزنه چریوش هم دیدیم بخدو میگه همه دویم دعا کرده استم خداوند جان همون را بگیره شما میکنه ای کمال آخی انشالله اگر همون بمبرم زن شب بگیرم خیال میکنم تا آخری حیات دیگه بس این مرده که دیگه بیچاره را تاک میزنش تلخش کفی دیگه خراک ای حلق میره آخی یک کورک دارم دو در جا میبخشی میگه و میکنم راست بازار میویا او همون گدا و تلبنده های بزرگ همه ایرا میشناختن ای امید نداشتن ایرا میدیدیم باید اصلا میگریختیم همون را پول میتوان میویا مغز چغزی بسیار را میخره حمول دعوت میکنه همیو را بگیره خونه مبری با پشت میکنن میگیرن میونن این زنش دیده حیران شده است دیده خیلی این با کدوم پهلوش خیسته باشه خوب با میدونم مردک ایرا با خیلی خریدی میگه با شما رو اوکی خوب دیدی چی بالو میگه زنه کاش که خوب میدیدم با خدا قسم در میدونیم دیدم میگه قیمت کار همیه یا خیلی نه نوشی جان کنی نه پوششی تن گذاری مال رو بر شوهری زن با شوی زن بماند مخزنی تو با جان خود عجایب دشمنی تو روی این مردای خدا همی کسایی که دستی به خیر دارن جوان مردن با خدا قسم یورا خدا دوست میدارن پیغمبری خدا دوست میدارن مردم هم دوستشو میدارن امام ترمذی روایت میکند از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود السخی قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس بعید من النار همین آدمی با سخاوت به خدا نزدیکه به رحمت خدا به جنت الله نزدیکه مردم هم دوستش میدارن خداوند ایره از دوزخ دور همیشه نگه میداره حق تعالی بر در جنت نوشت اینکه جای اسخیا باشد بهشت اسخیا را با جهنم کار نیست جای ممسک جز درون نار نیست بعد در دوام حدیث حضرت میگه والبخیل بعید من الله بعید من الناس بعید من الجنه قریب الی النار در صورتی که بخیل از رحمت خدا دوره از جنت خدا دوره مردم هم بخیل شو میبینن هم بخیل که دوست میداره و با آتش جهنم بسیار نزدیک است و حضرت عجیب یک سخنی را گفت والجاهل البخیل خیر و احب الى الله من عابد بخیل همین والجاهل السخی خیر و احب الى الله من عابد بخیل
همه جاهلی با سخاوت نزد پروردگار درجه و منزلتش از همه عابدی بخیل بالاتر میستند. یک وقت موسم حج ده خدا رحمتش کنه یک شریک داشتیم دامو نظرالله میگفتن علیه رحمت، عجب مردی خدا بود، پروردگار رحمت و مغفرتش کنه و در بحبوحه جنت مستقرش کنه. جای مردی حقیقی بود. 3-4 بوی بچه قطعی غلطی دست. بعد دیدم احوال پرسیش کردم که چه حال داری؟ گفت قطعی مردوی صد چه حال دارم موقعی؟ اوی بجای یا چی بخرن حجو دمتر روزه گرفتی؟ ای شکلی کار کنی همجا جای روزه گیری شما روزه گرفتی. آدمی کمبغله که مثال امکان نداره و مثلا حجی کنه در حج قربانی کنه همه روزه میگیره. یورا میگه پشت نگاه درست کردی روزه گرفتی. قطعی دیگه چی حال دارم گشتگی در مردم. سبحان الله. با سرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیزه مبارک دری ریسق زن، بیرو تازی خانت نصیب دیهند که فرزندکانت نظر بر رهند. یک آدم در باری پوچو خیزبند میکرده، سرهنگ بود است. زنش یه روز میگه که مردک جون بخی کور بره یکون چیزا که میتونن فرزندکات چون برهن آخی به همین گودکات یکون چیزا که بگی بیو او کوخنیای پوچوی کلانای کوخی و همه میرسه و بعضیش بیچاره دشکمی خچونه میخوندن میگریفتن به خونه هاشون میوردن که فرزنده اون بخرن. بگفت تا بود مطبخ امروز سرد که سلطان به شب نیتی روزه کرد. این بیچاره این سرهنگ گفت که زنک روز امید نکرد، امروز ای کوخنی دود نمیبروید. حضرت پوچو شب نیتی روزه کرده بود که من پگه روزه میگیرم، روزه نفل میگیرم. زن از ناامیدی سر انداخت پیش، همه گفت با خود دل از غصه ریش که سلطان از این روزه گویی چی خواست که افطاری و عیدی اطفال ماست. زنک میگه بیچاره همین غم غصه را سرک شخم کرد. گفت همین پوچو چی درد داره، ای چی روزه میگیره؟ آخه او افطاری پوچو نونی پوچو این همین خوراک فرزندای ما های. آخه برای او را همون روزه گرفتن نخوردنش اولاتره که فایده و منفعتش با مردم گشنه بیشتر زیادتر میرسه. و حضرت میگه خرنده چه خیرش بر رویت زیده است به از صائم دهری دنیا پرست. همه آدمی که خیر دستی خیر داره، اما آدمی که داره مال با روزه نافله میگیره درجه و منزلتش همیشه بالاتره. سبحان الله. و این محفل انشالله محفل فی سبیل الله های به خاطر الله اینان طعام آماده شده است. این بزرگترین محفل است انشالله و انشالله به درگاه پروردگارم قبول و مقبول میگردد. خداوند بابای حضور از جمیع بلا و گزند و حفظ کنه. پروردگار دولت ثروت نعمت فرزندوش از این بیشتر زیادتر. پروردگار این فرزندوش که خدمت پدرم میکنن انا میخیل فرزندوی صالح دیده در و جوان مرد نصیب روزی بگردونه که خدمتی اینا را بعد در موضع خود در جای خود کنند. خواستم همه آدمی به عقلی که فراست داره و عقل داره پدر و مادر را مثل گهواره که چشم نگه میکنند. کم و تدین و تدان چه خیلی معامله کردی هم خیلی معامله میشود. پدر و مادر را که احترام کردی 10 چندان احترام ای فرزندات میبینی. پدر و مادر را قدردانی کردی انشاءالله 10 چندان ای فرزندان نبیرات قدردانی میبینی. این سخن یگان ملا نیستی، سخن یگان واعظ نیستی، سخن یگان مصنف کتاب نیستی. این سخن پیامبر صادق مصدوق است. بر آباءکم تبرکم ابناؤکم. در حق والدین احترام کنه، نیکی کنه تا اینکه ای فرزندات تو همون را ببینه. همین مسلمانی حقیقی مسلمانی را میگن که پدر و مادر چنان خدمت میکنه که وقتی مسافر شد یا در فکر استراخوفکا نغلطه اگه جون میفته میخورده باشن. استراخوفکاش فرزنداش باشن همیشه. پروردگار خیرات و احسانات صاحبای خانواده به درگاه بی‌نیاز قبول فرماید. خداوند بابای حاجی محمد سلیمه بالای سری فرزندا و قوم همچون ناصح انا میخواد سوال دهنده و جواب دهنده حفظش کنه. پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارن از جمیع بلا و گزند و حفظ کنه. خداوند ارواح گذشته های صاحبای طعام و برادرای شرکت کننده این محفل خیر رحمت و مغفرت کنه. خاصتا مادر مرحومه را از اعمال نیک فرزندا در عالم برزخ همیشه شاداب نگه داره.
در منزل فرزنداش فیض و برکات خویش رو نازل فرما. عاقبت عمر مون به خیر انجام ده. خدوم عزیزا و بزرگا را به این خاندان مبارک گردان. پروردگارا امید به رحمت شفقت تو داریم. واقعا ساعت میشوه که جان به جان آفرین تسلیم میکنیم. پروردگار رو در حالی که سالم و تندرست هستیم امکان داریم غیرت و همت منبته که برای همون روزی سخت توشه داشته باشیم. کلوار همراه مو باشه که وقتی که پیک اجل به سرمون اومد آماده و تیار باشیم. همچنانه که حضرت بلال زمزمه میکرد غدا القی احبه محمدا و صحبه، فردا دوستان من ملاقات میکنم، رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابش ملاقات میکنم. همین که زمزمه کرده عالم فانی را بدرود بگیم با کلمه شهادت در زبان. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان